درود بیننده ارجمند، عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت آزادی 10 و در شهر دوشنبه 1 است. تا شروع برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. حالا اینجا میخواهم فشرده مهمترین اخبار روز را به سمع شما برسانم. با تفصیلات این و خبرهای دیگر شما را در نشر مفصل برنامه اخبار آزادی آشنا خواهیم کرد. امیدوارم شما ما را اینجا و هم در پخش زنده نشر مفصل برنامه همراهی میکنید. نخست شروع کنیم از باریدن برف در تاجیکستان. در حالی که در منطقه های جنوبی کشور تیرماه حکمرانی میکند، در منطقه های کوهی و دامنکوه شبی 8 و 9 روابط نقلیات را نخست دشوار میکند. یگانه راه شمال و مرکزی تاجیکستان از منطقه کوهی میگذرد و ایرس شرکتی نگهبان این راه میگوید باریدن برف ریزش سنگ را در بعضی از قسمت های راه به بار آورد. همکارانمان همچنان صحبت دارند با مسئولان آژانسی باد و هواسنجی در تاجیکستان. در برنامه اخبار ما را همراهی کنید تا ببینیم وضع باد و هوا در چند روز آینده در تاجیکستان چگونه خواهد بود. گزارش دیگرمان مربوط است به قضیه دلاور گوروف، پسر سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان. وکیل مدافع او در صحبت با رادیو آزادی گفت مرافعه دادگاهی زیر حمایش الکش شروع شده است، اما دادگاه هنوز حکمش را در نسبت او صادر نکرده است. حالا دلاور گوروف در کجا است و مرافعه او چگونه صورت میگیرد؟ آیا به او زندان تهدید میکند یا نه؟ منتظر باشید، به این سوالها در برنامه برایتان پاسخ خواهیم گفت. بدنام کردن آسان اما بازگردانی نام نیک دشوار. عائله مستانه 21 ساله از ناحیه بلجوان 1 سال باز تلاش دارند نام نیک جگربندشان را بازگردانند و بیگناهی او را ثابت کنند. سال قبل آنها مستانه را به شوهر داده پس از همگی 2 روز ازدواج او با تهمت باکره نبودن به خانه برگشت. در جامعه سنتی تاجیکستان مسئله باکره بودن تا ازدواج خیلی حساس است. با نظر داشته چنین بحث ها حالا بسیاری از دختران تلاش میکنند که پیش از عروسی از نظر طبیبان گذشته سرتیفیکت بکارت را بگیرند و به قبل آماده و مسلح شده به خانه بخت گذارند. اما تا کجا سند دختران میتواند پول اعتماد را میان نوخانه‌داران ایجاد کند؟ آیا این سند به مستانه و ده ها هم تقدیر او و اهل عائله‌شان میتواند نام نیک را بازگرداند؟ در نشر مفصل برنامه در این باره گزارش خواهیم داشت که به این سوالها پاسخ میگوید. با ما باشید، آن را با هم خواهیم دید. گزارش دیگری داریم مربوط به قضیه جاسوس روس سرگئی اسکریپال. تفصیلات نو در این ماجرا آشکار شد. تفصیلات نو این است که در افسر مستعفی روس در بریتانیا نفرانی که او را زهرآلود کردند نام دیگر داشتند. سامانه تحقیقاتی بلینکت نام واقعی شخص دومی متهم در زهرآلودکنی سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا را آشکار کرد. به نوشته این نشریه نفر دوم در اصل پتروف نبوده الکساندر یوگینویچ میشکین نام دارد و کسبش دکتری است. چگونه دکتر روس در زهرآلودکنی اسکریپال دست داشت؟ در این باره در برنامه اخبار آزادی به شما خواهیم گفت. گزارش دیگری هم داریم از حادثه غیر عادی در ترکیه. نجات بخشان ترکیه برای نجات یک گاو چرخبال را استفاده کردند. گاو را با چرخبال برداشته به خانه صاحبش بردند. این حادثه کی و در کجا رخ داد؟ منتظر باشید، در نشر مفصل در این باره به شما هم خواهیم گفت. در برنامه همچنین خبر و گزارش های جالب دیگر هم داریم. همه گزارش های ما در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر هم دسترسند. شما می توانید نظر و اندیشه های خود را زیر مطلب های ما بیان کنید. بیننده ارجمند، تا کمتر از 3 ساعت دیگر شما را در پخش زنده برنامه اخبار آزادی انتظاریم. ما را همراهی کنید و از تازه ترین تحولات تاجیکستان و جهان با خبر شوید.